زودتر با بیرون روید. زودتر. مایلش من کاری نمیکنم. حرکت نکن که رو نیز میپرونم. عذر که از دستم یگان کار نآمد. ای به هر دویمان با سراسیمگی راه دادیم. این با ما درس شد. راست گفتید. بس کنید سرسد خانی را. زودتر با بیرون روید. زودتر. زودتر. برو. آکا پلیس اومد. آکای یاکوب مرا فهمیده من دیگر با شما همکاری نمیکنم. میکنم. راه گریز نیست. دیگر ریلاج نیست. کارلوس. لابای. تو برای خودت یکم موقع خوب بیار. فهمیدم رفیق کمیسر. رجب میبینی اینجا 3 آدم است. با سراسیمه شده حمله ناگهانی نکنید. فهمیدید؟ نه سر کمیسر نمیکنم. رفیقان بسیار هم احتیاط شوید. نباید مردمی بیگناه ضرر ببینند. شخصان شبهناک را زیر نظارت گیرید. مجید تمام خیر برادران و شما برای خداوند مددگارتان باد. نجیب زودتر شوید. زودتر. آقا آخر وعده داده بودید که مرا به خارجه روان میکنید. اویلم رو همراهی من روان میکنید. اگر این کار رو تمام نکنیم کلای هر دویمان رو میگیرن. این فرصت رو باید استفاده کنیم. این دو پلیس حال ما رو بد کرد. ای برادر تو چی ها میگویی؟ اگر این کار رو نکنیم گروهی ما را در بین 2 روز میکشند. چی کار کنم آخه؟ گبزن تو فرمانده من میکنم. آن دو پلیس رو سوء استفاده کنید. مرا خوب گوش کنید. به حشمت زنگ زنید به او گویید که خوب مایلش میگویم. عارف آن نابکار را تنها من میشناسم. میدانم اکا. از بچه‌های خودمان راهی گریز ندارد ولی آنجا کشاده شوی آدم بسیار می شود. فهمیدم اکا. یعنی گفتنی هست که به هر حال رفتنی ما هم شرط است. میرفت است. با کجا میروی کنی گبزن؟ تو را نمیدانم اما من به مراسم کشاده شوی میروم. ای نابکار چی کار میکنی؟ آنها باید جان سپارند. باید تیر پرانی شود. نخواد جان اینقدر بیقدر باشد. امانت خداوند است آخر. نخواد آن را در این کارهای پلید و رسوا فدا کنید. اکا جان اینها گبرا نمیفهمند. بهتر نیکی به خوبی سلاحش را گذارد. آدم شود مرد شود. آخر اینقدر خونریزی می شود. اکا خونریزی نمی شود. آخر انسان همین خیر است. در هر مکان و زمان آدمی نیک هم است و آدمی قاتل هم است. وای به خالقا 100 افسوس که همیشه از پی قاتلان میروند. نقشه سوءقصد را بر ضد رئیس شهر آماده کرده‌اند. باید سد راه آنها را گیر مارید. اکا آیا چهره شخص قاتل را در خاطر دارید؟ باور کن شاید عکس خود را فراموش سازم اما یک خطی روی آن پلید را هرگز. اکا قربانتون شوم. رفتیم ظریف لبه در این بنا نوارگیرهای امنیتی هست. بله هست. در سر کوچه گذاشته شده هست. من هم در آنجا 3 نوار دیگر دیدم. جنایتکار را تنها سرکمیسر میداند اما به هر حال او را با واسه این نوارها گفتگو خوب شده است. مایلش رئیس حکومت را از این حادثه خبردار میکنه. تو همراه نمی‌آیی. مایلش میرویم. رجب تو اینجا میمانی. آروم شو. اگر میخواستم هم عارف رو هم شاهین رو چند سال پیش میکشتم. این رو که خودت میدونی. من انسانی با صبر نباشم. نقشم رو کشیده بازیگران را محض خودم انتخاب کرده. سپس بازی را آغاز میکنم.
من مثل تو صبر ندارم. من خزان شدم. صبر و طاقتی من همینقدر. آخه تو بسیار چیز را میدانی. نباید مرا در نصف راه ترک کنی. تو جیای من میشوی. از یک عائله میباشیم. این بند را از گردن من رها کن. خواستم برای گم زنیم. از یک عائله بودنمان تو را از مرگ نجات نمیدهد. اگر لازم شود برای این عائله شدن جان تو را فدا کنی. مرا جان را فدا کردن مهم است. آقای رئیس، ما امنیت شما رو باید تامین نماییم، هرچند این خطرناک است. من سخنرانیم را رد کنم؟ کشاده شوی را به تأخیر گذارم. پس چی می شود؟ کنی با من گوید چی می شود؟ برای بیخطری شما و دیگران باید این مراسم را به تأخیر گذاریم. باید و شاید را ترسانشک ها میگوید. من از این کار دست نمیکشم. کشاده شوی را امروز میگذارم. با منبر برآمده سخن میکنم. امروز سخن کردم مبارک شود میگویم. سرکمیسر شاهین، از سخنهای آقای رئیس معلوم است که او از گپش بر نمیگردد. بهترش آماده شوم، نوارها را از نظر گذارم. آیا میدانید که از همه چیزی محبوب ترین شیطان چیست؟ من با شیطان هم صحبت نشدم. نفرانی که خیرخواه و سخاوتمند میباشند مانع کارهای این شخصیت ها میشود. راست است. این بیشرفان میخواهند که تهدید به جان من کرده مرا ناامید کنند. نمیخواهند که این گونه مؤسسه ها را سازیم و سطح زندگی مردم را بالا برداریم. آنها مرحمت کرده بیایم. من آماده هستم. آقای رئیس، شما کی ها قرارتان را داده اید. وظیفه ما باشد حمایت کردن شماست. راست گفته. از شما یک خواهش دارم. شما وظیفه خودتان را اجرا کنید. اگر شما برای قهرمان‌های جسور در گرد و اطراف من باشد و من برای برآمد کردن ترسم، فای بر خود من. این را آیسته بگیر. ای برادر، من همراه تو هستم. من دقت اون را پریشان میکنم. تو باشی رفته اون را پرانده سلاحات را پرتفته میگریزی. اکا مرا ترک کرده در اینجا تنها نمیگذاری. چرا تو را تنها گذارم؟ چی میگویی؟ فرزندهایم تمام اخلاقشم در اونجا میباشد. نمیخواهم که آنها از خوراک و آذوقه تنقص کشند. نگران نباش. به آنها بهترین امکانیت ها داده میشود، به شرطی که تو این کار را تمام کنی. خوش آمدید. سرکمیسر میدان ها به شما داد و فریاد میزند. سلامت باش، زنده باش بالتا. ظریف کجاست ظریف؟ اینجا مکه؟ سلام علیکم. علیکم سلام برادر. بیا بیا. این کار را که تمام کردیم با تو صحبت میکنیم. من با تو صحبت کردن نمیخواهم. این دکتر کیست و تو کی میشود؟ تو را از کجا میشناسی؟ کی بودن و چی شدن اشکالی تو نیست. تو رفته خیش تبارهایت را گفت کن. من یگان خیش تبار ندارم. یک خدا دارم. تنها یک وطن خدا دوست من است. خانواده هم ندارم. ها، باز جای کارم، تعیینات مخصوص. برای همین در اینجا همه کار را جانب خودت میکشی. اما فراموش نکن که اینجا عائله تو نیست، جای کار است. برای همین از پی کار شدن لازم. وقتی که تو خواستی میکنیم برادر. هر فرمانی که دهی اجرا میکنیم. اما فراموش نکن برادر، ما و تو واخوری داریم. برای تو نقشه های خوبی دارم. فراموش نکن. حیله و نیرنگ و دروغ‌هایی که به من گفته بودی به شاهین رسانیدم. شاهین به همش باور کرد. میدانم آید این موضوع در حقیقت فعالانه رفتار کردی. اما عارف از این کار بیخبر است. شاهین برای انتقام گرفتن رفت عارف را نمیکشد. گوی نقشه آینده چیست؟ حالا باشد با آن دروغ‌هایی که شاهین باور کرده است باید عارف هم باور کند. بسیار خوب. من آنها را برای مصلحت کردن جیغ زدم. میدانم، لیکن تو تصمیم گرفته که دیگر این کار را دوام نمیدی. این رفتارات مرا ناراحت کرد.
چرا سبب دست کشیدن رو نمیفهمونی؟ این بعد با آنها چیزی که نگویی باورم نمیکنم. بگذار یک دیگر را پاره کرده خورم. یکدیگر رو خوردن نه، بلکه کشتن یکدیگر رو میخواهم. رفیقان، تا یافت شدن قاتل احتیاطکارانه رفتار کرده با دقت باشید. کارلوس، مشورم که با دقت باشید. اگر یگان حرکت ناجا بینید، یگان کس را گوش نکرده پرانه فهمیدید؟ فهمیدم که همشو فهمیدم. حالا همین قدر. رئیس میاد بچه ها احتیاط باشید. حاضرین محترم، مسافران عزیز، عمل شما را برای کشنده شوید این مایه‌های مهم خوش آمدید. اقرب یک، اقرب سه، شخص شکنات را یافتید. از این گرفتیم که زیدی جهالتون بیسوادی مجاهد نکنه. اقرب نه نیفتید. تا حال شخص شکنات را نیفتید. فهمو اقرب سه، فهمو. با کمک شمایان امروز در عرفه کشنده شوید. در کجایی؟ خود را نشان ده آخر. اگر کلاه داشته باشد یا اینکه خودش را دیگرگونه کرده باشد کارمون مشکل بشه. ادامه ده، ادامه. جوینده یا بنده است. تا آخر او را میچیم. سرچشمه حادثه‌های تروریستی و خشونت‌های تفریق اندازی کافی ندارد ترکیه ایمانی بی‌سوادی میباشد. این مرکز علمی گشاده شده تمام این مشکلات را برطرف میکند. ما می‌دانیم که از این فعالیت‌های ما گروه تروریستی بسیار هم ناراحت میباشد، اما ما تمام مانع‌های آموزشی داشته راه انتخاب کرده خود را با پیش میبریم. ما برای پیشرفت ملت و دولت تمام سعی شخص شکنات را پیدا کنید و طرف اون بروم. از پس من نظارت کنید. احتیاط شوید. یگان قوه مانع ما نخواهد شد. تا وقتی که شما همراه ما هستید با خواست خداوند پیش برای عملهای بد را میگیرید. این گروه‌های بد نمیخواهند که این گروه‌های بد نمیخواهند که وطن و دولت ما ترقی کند. انگیزه‌های و بی‌سوادی آنها را و عملهای تروریستی رانندگی کند. در این راه برادر خود را پیش می‌کند. انشاءالله فرزندهای ما در این گروه مؤسسه را تربیت گرفته افتخار ملت و ما بسیار شاد هستیم که در این گروه فعالیت‌های فایده‌بخش شما چیکار میکنید؟ عذر میخواهم برادر، اشتباه کردم. وظیفتون آدم برای گرفته بشود. آدمی را که آرز دستی کرده است بیگناه است. سوی قصچی با بالتر او بروز. سلاحت را پرتا! پرتا سلاحت را! پرتا! پرتا! رفته به این طرف. آرام باش، نپران! آرامانه سلاحت را پرتا! همین به تجربه بودم. او را فریب دادند. رجا هرگز او را نپران. و همه تا آخرین لحظه آتش نکشوید. اطاعتک اگر لازم شود او را میپرانم. رجب انتظار شو. تا لازم نشود آتش نکشو. اطاعتک رفتیم. زود با اونجا میرویم. مردم را پراکنده کنید. زودتر 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 میگویم زودتر.
تو احاطه شده ای. دریا جان تو را پرونده نابود میکنن. زودتر سلاحات را پرتاب. برای فرهنگ هایم نان لازم، آذوقه لازم. آنها احتیاج به پول دارند، برایشان پول لازم. اگر تسلیم شوی درخواست هایت برآورده میشوند، اما اگر تو کشته شوی از تروریستان کمک دیدار نشو. وقتی که مردی همش خاتمه مییابد. تروریست به دوستان خودش وفا نمیکند. حیات شما هیچ قیمتی ندارد. ای بیشرف، لباس پوشیدن نداشتی. من تو رو خواندم، من تو رو تربیه کردم. تو کسب دکتری رو با شرافت من دریافت کردی. میفهمی؟ بیزار شدم از این حیات دروغینی تو. او رو تا مردن لطو کنید. شاهین و عارفی ابله رو دستگیر کرده به نزد من بیارید. دانستمان اگر آنها اینجا بیایند آدم های تو زنده نمیمانند. فهمیدی؟ اگر سلاحت رو گذاری با تو گفتگو میکنیم، با عائلت هم مدد میکنیم. آیا راهی نجات دارم؟ آرام شو. اگر سلاحم را پرتایم مرا میپرانید. پسرم، رزق دهنده خدای تعالی است، نه حزب، نه گروه، نه دیگر. مگر با سلاح رزق جستن رواست؟ اگر فرزندان تو به شیر و نان محتاج باشند، عیب تو نه، عیب ماست. کار کردم، کوشش کردم، بار کشیدم، عمالی کردم، از دستم چیزی آمد کردم، اما نشد. نمیفهمید، نتوانستم. خداوند به دوش کس مشکلی نمیگذارد که او توانی برداشت آن را نداشته باشد. تو اینقدر توانا و صبور بوده ای که تا امروز رسیده ای. ببین، اکنون ما با توییم، آماده ایم که به تو یاری رسانیم. بیا سلاحت را گذار. بیا. بیا بچه ها او تسلیم شد. عملیات به خوبی انجام یافت. خوب استید آقای رئیس. خداوند تشکر به شما. سلامت باشد آقای رئیس. تشکر، خوب هستم. به شما باور داشتم. اول به الله و بعدا توکلم رو به شما کرده به منبر برآمدم. خدا رو شکر که حمایت کردید. زنده ماندم، در سر وظیفه هستم. آقای رئیس سلامت باشید. رحمت رفیقان، شما هم سلامت باشید. تمام، همش پس سر شد. خداوند از شما راضی شد. یک طرفی همه به زمین.
احتیاط باشید. شاید یکان قاتل دیگر هم باشد. در حال آقای رئیس رو از اینجا ببرید. زودتر زودتر. رئیس زودتر. بیت. انا عاقبت بدی. تو را همین آدم فریب داد و گفت که عائلت رو صاحبی میکنیم. بله. خیر چی شد؟ تو درست کردی. من طاقت کرده نمیتوانم. تسلیم شدی گفتم من را جزا میدهند. آنها در زندان من را راحت نمیمانم. تسلیم شدن بزدلی نیست، برعکس در نزد حقیقت سرفرود آوردن است که آن هم کاری جسوران است. من چنان احتیاجمند شدم که گمان کردم که دیگر چاره ندارم. ناوابسته به آن که در اینجا اینقدر آدم است، چرا او رئیس را کشتنی شد؟ برای چی به فکری تو؟ چه خیل جسوری اکا جان. اینها ترس خدا ندارد. شخصی که ایمان نداشته باشد از همه چیز میترسد. از گروه تروریست ها میترسد، از سردارش میترسد که پول و مالش از دستش میرود. لیکن اگر از خدا بترسد جسور و با اراده میشود. جسارت حقیقی این را میگوید. آیا سبب این ترس ها از ضعیف بودن ایمان این ذات ها نیست اکا جان؟ مادرم منتظر شوربا نشده رفتند. شوربا بسیار بلذت شده است. خداوند از شما راضی شود. درد سر شما شدم. این خیلی نگوید اپا جانی من. سلامتی شما مهم است. جانکی من. یک دوستی جوان دارد که یک جای کار میکنید. لقبش عجیب است. کی بوده است؟ کدامش؟ کارلوس. وای گفت که اگر یکم چیز لازم شود زنگ زنم. رقم های تلفنش رو داد. من برای تو خوراک تیار کردم. یعنی اگر زنگ زنم خوب می شود. چی خیلی می شود؟ چگونه آدم است؟ اپای خیلی نگوید. از سوالی دادم شرم کردم. کارلوس آدمی خوب است. جوان مرد حقیقی، خوش معامله و با تربیه. عزیز اعضا به تو ضرری نمی رسد. خیر میلش اپا. بیایید یک جای خوراک میخوریم. فراموش نکن به مهمانی میروی. گفتم که نمیروم. میروی البته میروی. ما تصمیم گرفتیم که در کارخانه یک محفل شب نشینی برای اکی صالح و سومن تشکیل میکنیم. آنها را شاد باش میگوییم و بعد از آنجا همراه تو به نزد مراد میرویم. میبینید همین که رسیده میفهمی؟ عارف چه سورپریز کردنی هستی؟ یعنی به فکر تو من کاری خوب نکردم؟ راستی گپ مانده شدم. در خانه میسودم خوبتر بود. آخر ما برای کار نمیرویم جانم. گفتم که سورپریز است. این چه خیلی سورپریز بود. از حسی کوچکابی ما را نمیگیرد. وقتی که رسیدیم خودت میبینی. Urfalıyam senden, Urfalıyam senden. Gönlüm geçmez güzelden, gönlüm geçmez güzelden. Vay, gönlümün gözü çıksın, gönlümün gözü çıksın. Sevmeseydim ezelden, sevmeseydim ezelden. بچه ها خواهرمان سومن آمد. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. اکا یاری خوش آمدید. خوش آمدید اکا. خوش آمدید سومن. خوش آمدید. تشکر باشه و سلامت باشه. خوش آمدید سومن. سلامت باشه. خوش آمدید. خواهد دوام میدهیم. خواهر، شکر پروردگار که جراحی را خوب گذراندی
درد رو مغلوب کردی، باز به نظمون برگشتی. اکای صالح هم اکنون با ماست. تصمیم گرفتیم که این خوشبختی را همگان جشن گیریم. دستایت درد رو نوش جان شود. اکا زودتر تست تیار کن، از انتظاری شکمم نخوره میزنم. باز تصرف زیما نشم. تیار کردن این خوراک صبر را طلب میکند. این خوراک پیغمبری است. کدام پیامبر اکا؟ اصلا این افسانه خلقی است، لیکن من این را بسیار دوست می‌دارم. افسانه خوب است. روایت است که این خوراک به حضرت ابراهیم پیغمبر تعلق دارد. نمرود لعین نیت میکند که حضرت ابراهیم را به آتش پرتاید. پس مردم چه خوراک میپختند؟ شخیل اکا، در حقیقت افسانه عجیب بوده است. شخصا برای من مزه و لذت این خوراک مهم است، دیگرش به من فرقی ندارد. بازه انا همین موادهای لازمه را ریخته. نمک و تیزی را ریخته. انا همین خیل مثل خمیر خیلی دن میگیریم. خوراک رو با نمک و تیزی شوریش میخورم. تو باز یک طبق دیگر هم تیار کن. بازه مشکل نیست. چقدر که میخوایی میکنی برادر. ای جورا، تو همیشه میخوری یک روز تو تیار کن ما آماده بخوریم. تیار کردن وظیفه من نه، وظیفه من تنها خوردن، کاسه و طبق شستن نه. این جناب را بینه نه. خدای خدا شاهزاده را بینید. کاروس لبای بگمونم که عزیزه رقم‌های تلفنش را عوض کرده است. رقمی تلفنش رو داد، من دیدم. ای نوبکار، با تو زنگ زدنی بود اما شرم کرد. با تو سلام گفت. در حقیقت سلام گفت. اما برادر النبی او به من سلام روان کرد. حالت خوش باشه یادگیر پیشو خوب باشی بخوری. جورا تو چی کار میکنی؟ برادر من بعد با واسطه وای فای پیوست میشوی، فهمیدی؟ من یا زده فهمم. آقای مدیر در جان اکای صالح ندانم، شاید کمی اندکتر بیاید. ظریف نباشد تو دوام ده. مادر چه خیل است؟ بسیار زیبی است ها؟ ریالی جناب بسیار زیباست دخترم. ماشاءالله این قد و قامت زیبا را بین، این حسن دلارا را بین، چشمای زیبا را بین. من از حیات ساده و لباسای کهنه بیزار شده بودم. هر روز لباس یک خیله می پوشیدم. کمی دیگرگون شدن می خواهم. خودم را جوان حس کردم. راست میگوی دخترم، دنبال آن مردی میوب را گرفته گشتی. رنگ در رویت نمانده است. خودت را آرای تارا دهی، هزار خریدار پیدا می شود. در حقیقت هم زیبید است. تشکر جانگم. رفیقان، خرسندی امروزه ما دیگر است. هم سومن صحت شد و هم صالح باز به کار برگشته آمد. برای ما خبری خوش همین است. شاید یک مدت در عملیات ها شما را با سلاح یاری رسانده نتوانم، اما اکنون هدف اصلی هم پیشگیری کردن زد و خورد مسلحانه است. کوشش میکنیم با گفت و شنید سخنهای خوب مشکلی را حل کنیم. اگر نفهمند یک تنمانده تیر باران میکنیم. های رجب، اول اندیشه بعد گفتار گفتند. عذر اکا، ظریف خوراک رو تیزی بد کرده است، تاثیرش تا مینه هم رفت. از خدا بیترس، تیزی رو کم موندم. نه خوب است، خیلی خوب است. رجب، من خودم مخصوص در بالای تو کار میکنم. اگر او را آرام کرده توانم، همه را آرام کرده میتوانم. با خدا راست میگوید. سردار خداوند از شما راضی باشه.
کنی خور ساله با خدا که من زیاد تیز نکرده بودم. ما با شاهین کمی کار داریم، تو اینجا باش. وقتی که آمدم تو را میگیرم. بخیر است عارف؟ بخیر است، انشالله بخیر است. التجا میکنم بحث نکنید، جنجال نکنید. انا بین یک جای همه کسا اتفاق شده. نه جانم، تو نگران نباش. مجبور میخورند. Акаисио گفت که اونها رو دستگیر کنید. ما باید هر چیز زودتر اونها رو دستگیر کنیم. فهمیدید؟ آمدم. با قفای در گذارید. مایلش. شاهین، امشب چه واقع شدنش را نمیدانم. لیکن اگر حقیقت آشکار شود، هر چیزی که از دستم آید البته میکنم. عارف، در سر چه خیال ها میپروری؟ نشسته صحبت میکنیم. من گناهکار میشوم و تو باشی حق بودن خودت را اعلام میکنی یا دستان مرا زنجیر پیچ کرده به امنیت میبری؟ پیش از در آمدن گپ زن که تو علیه من چرا دشمنی میورزی؟ تو با من چی غرض داری شاهین؟ این را مرد بر این برویم گپ زن. مادامی که تو مرا به اینجا آوردی همش را در خانه میفهمی. آماده شوید. میآیم. تو مجبور نشویم سلاح استفاده نمیکنیم. فهمیده؟ شاهین ندرایه گیر. دستا رو بالا کنید. سلاح رو پرتید. سلاح رو پرتید. تقا خوب هستی؟ تقا؟ مراد صابر تقای تو است؟ نفهمیدی؟ تقا گوی؟ عارف، بیا اول تقایم را از دست آنها نجات دهیم. بسیار خوب پدر جون. روز خوبتر میشوید پدر جون. دختر جانم،
خدا خواهد به نزدیکی از این اصحاب بغل خلاص میشوم. من میبینم پدر جون. کیست آنجا؟ دخترم کوشو، این من مادرت. مادر؟ جونکم. مادر جون دیگر خیل شده اید. معقول شد؟ یعنی زیباست. چه خیل گویم؟ یعنی مثل مادرم نیستید. پدرت در کجاست؟ نه خبر میگیرد نه سراغ میکند. چنانه که میبینم خیلی پیشروی هست. راه میگردی؟ چرا زنگ نمیزنی؟ در کجا بودی؟ باید من از پی شما دویده گردم. پدر جون نگاه کنید، مادرم برای خودشون لباسای نو خریدن. اکنون من هم لذت حیات رو چشیدن میخواهم. همیشه برای شما خدمت میکردم، بیزار شدم. ساله تو باید که ها به من زنگ میزدی. پدر؟ ساله؟ گپ زن ساله. ساله جواب ده. پدر؟ ساله جواب ده. در رو به بالایم نپوش. ساله 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 در رو کشم. ساله 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 در رو کشم با تو میگویم. ساله بار آخر میگویم اگر سلاح‌ها رو پرداخته با ما روید همش خوب میشود. اگر شما رو کشتن میخواستیم که هم میکشتیم. شاهین از آقای من چی میخواستید؟ از او چی میخواستید؟ ها؟ شما را کی روان کرد؟ آدمانی کی هستید؟ وقتی همراه ما رفتی بعد همش رو میفهمی. آقا تو میدانی سردار اینها کیست؟ میدانم. دمت رو گیر. اینها رو کشید. آریف بسود به یاری تجریز زنگ زن. حاضر. تقا صبر کن. آخر من دکتر هستم. آرام شب تو نجات می‌یابی. آخر من دکتر هستم. آیا تو از من خوبتر میدانی مگر؟ همه‌اش تمام. و محله آهنگران کوچه کاوه خانه 17 زودتر یک ماشین یاری تجری روان کنید. حال بیمار خیلی وزین است. مرا دیگر تقا مگو. چخیل نفهمیدم. من تقای تو نیستم. برالاتو کوب کرده. عقلش در جایش نیست. تقا آرام شو. اگر کفت و کام کنی حقیقت رو میفهمی. تقای تو نیستم. آریف مرا گوش کن. آرام شو. آرام شو. یک لحظه
به من کلام گفتنی دارد. مرا ببخش آهین، من با تو دروغ گفتم. آن سخنهایی که با تو گفته بودم حقیقت ندارد. روزه می شود هر دوی شما حقیقت رو می فهمید. چرا باید فهمید؟ گپ زنید چرا می فهمید؟ گپ زنید. دو آدم بوده است. یکی با بخچهش ماشاءالله گفته می‌داره، دیگری باشه تو رو مسخره میکنه. چرا مسخره میکرده است؟ یکی کارش رو به خدا حواله میکنه، دیگرش باشد پس میزنه. میگفته است که حاصلات ما فراوان شده ایستاده است و ما یگان گونه ضرر نمیرسد. ذکر خدا رو بس کن. بسیار هم انسانی ابله بوده است. بسم الله الرحمن الرحیم. چی گمان میکند که به خواست خداوند از باغش حاصلی میوه میگیرد؟ یک سحر شخصی یکم نامی خدا رو گرفته ماشاءالله گفته به باغش میداره و میبیند که باغش پرفیض و پربرکات شده است. دیگرش باشد میبیند که آفت طبیعی باغ او را به خاک یکسان کرده است. انا دیدید؟ دخترکی زیبایم، برای همین این دکانی ما برای ما مثل باغ میباشد. از اینجا رزق روزیمون را به دست میاریم. آیا به باغمون چگونه باید درآییم؟ بسم الله گفته ماشاءالله گفته میدرویم. آفرین دختر. پس ماشاءالله چی معنا داره؟ نمیدونم چی معنا داره؟ خواست خدا خواسته است که شده است. البته این سخنها را گفتن وظیفه ما میباشد. باقی کاری خداست. خدا خواهد میدهد و با دولتداری امتحان میکند، اگر نخواهد نمیدهد و به فقیری امتحان میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله. آفرین. دخترم تو گلها رو آب ده، من حاضر می آیم. سحر بر وقت آمدنتون یکم خیر ندارد، اما به هر حال خوش آمدید میگویم. خوش ناآمدیم؟ باز دکانت رو کشادی. اینجا منبع رزق روزی من میباشد. چند مراتب رو به شما گویم اینجا رو نمیدهم. دختری بودم که این روز عقل آقای همراه به سرش هست. دفع شده روید. به شما یک تین نمیدهم. گفتیم که دکانت رو به ما بیده، ندادیم. دخترت رو هم گفتیم که به ما بیده تا به ما کار کند، اما تو راضی نشدی. ابله آرام شو. هرگز نام دختری مرا به دهانت نگیر. آیا گمان میکنی که در کوه پشت زندگی دارین؟ چرا تهدید میکنی؟ پدر جان. دخترم زودتر به درون درو، زودتر پلیس رو جزن. با این کار کرده حتما جواب بده. بازدید شما شکایت ندارم. وقتش که رسید حال شما را میبینم. بیا میرویم. راهزنها اکا تو بسیار با قوت داری. این رابینه چقدر با قوت؟ بله بسیار با قوت است.
چقدر که تشکر گویم کم است. شوکت یک خطا کرد زندانی شد، اما شما نگذاشتید که ما گروس نمونیم. خدا از شما راضی شود. خدا از شما هم راضی شود. خدا رو شکر که شوهرتان خطایش رو فهمید. از خدا نگه دارد. اگر رئیس حکومت رو میکشند خدا میداند حالش چی میشه. نگویید اکا. تو باید بسیار با قوت باشی کنی. عزیزان من، شما شب بچه های من، ما محتاج به نان آذوقه بودیم و شما ما رو شاد کردیم. خداوندی شما رو شاد گرداند. خداوند از شما هم راضی گردد مادر. نمیدونی که این پسری بیعقل من آزاد میشود. به خدا مادر آخر چرا دروغ گویم؟ با گمانم که یک مدت زندانی میشود، اما نه اونقدر دور و دراز. و شما وعده میدهم تا آن دم به شما کمک میکنم. ما رفت آمد را ادامه میدهیم و شما هر چیزی لازم شود نیاریم. نگران نباشید. شر بچه های من، در حقیقت این هوشیار بچه میباشد. خداوند از شما راضی باشد. کنی رفتیم دستگی زودتر. بیا از من دورتر ولی من زودتر. آرام شب چی کار میکنی؟ کودکان تشنه بازی هم تشنه بازی. من تمام روز با آنها بازی میکنم. ای بس کن میکفن. بولتا اینجور کودک ها بازی کنم برادر خیز رفته خیز اپا با اجازت شما ما میرویم. یکون چیز نخورده میروید؟ اجازت نمیدید؟ اپا جون زحمت نکشید ما میرویم. آخرین خیل نمیشود شنید؟ در دو حیات نمیشود. مادر جون اجازت دهید ما رویم. شنید جانی مادر کنی در اینجا شین خوراک بخوریم. بیدیم با اکرم سخنی که بگو. عیب شد آدمی خیل گپ نمیزن. راست میگویی این گپی قبه. خیز رفتیم. آفرین. بسیار خوب. این چیست؟ همش پولی مایده کو؟ مریم این چیست؟ ها؟ این چیست؟ اکا همین قدر دادن زوره تولا کردم. همین قدر دادن. البیدن نتوانی رفته دزدی میکردی فهمیدی؟ اکا آخر اکا ایرج از دستی او یکم کار نمی آید. فرهاد من به تو نگفته بودم که کودکای ضعیف و ناتوان با ما لازم نیستند. از عهده کار نمیبرایند. اکا راست میگویی لیکن چیکار کنم؟ مادامی که تلبیده نمیتواند عضوهای او پولی خوب میشود. اکا نکنید. وعده میدهم بار دیگر پولی زیاد میارم. وعده میدهی؟ روید دف شوید. دکان گلفروشی باز شده شد. پدرش باشد دخترش را پنهان میکند. به ما باشد یک دین هم نمیدهد که ایرج. نفهمیدم چی گم؟ همه تان اینجا بیایه. گرفهایتان را آماده کنید. یک از زید ما برآمده است. با آنجا می روید. چرا توی خیلی ناچار و ناتوان نگاه داری ها؟ اکا من نمیدونم از عهده این کار میبرامده باشم. باش کن تو همیشه میترسی. از ترسی زیاد ترتانچک شده رفتی. فهمیدی؟ کنی رو. گوش کن فرهاد. لبا یکه کلان ها از ما کودک میخوان. با آنها از اینجا کودک نمیدهیم. با خودمون لازم میشوند.
البته راست میگید این کودک ها ایستم با کوچه برآمده کودک جمع کنید. اکا تو فرمان ده من برای تو یک گروه جمع میکنم نگران نباش اکا. با امنیت گپ زدم. شخصیت این آدمان را معلوم کردند. بعد از مراسم جنازه است به این کار میشویم. خب ترش کار را به دوش امنیت گذاریم. به دوش آنها گذاریم چی؟ بازگشته برگشته به نزد ما میآیند. شاهین، در حقیقت این شخص معلوم می شود که تقای تو نبوده است. تقا نبوده است، همین خیل گفت. پس من در این کارها چه علاقه دارم؟ چرا با من، یعنی با هر دویمان ملاقات کردنی بود؟ این را خودش باید میفهماند، اما فرصت نشد. تقایم میخواست که با ما چیزی را فهماند، اما آنها مانع شدند. قاتل مراد از آن حقیقتی که باید مراد برای ما آشکار میکرد معلوم میشود که ناراحت میشده است. همین خیل بوده است. شاید سخنهای مراد را خودی آن شخص ما گفتن خواهد. اگر یکان خبری ناز پیدا شود زود پهم میشود. یعنی گفتنی که نگذاشتن که خودی مراد این را نقل کند. بله عارف. پس تو چی؟ چرا تو گپ نمیزنی شاهین؟ سالها این آدم را تقا میگفتی، حتما یگان معلومات داری. چرا تو با من دشمنی میورزی؟ چرا؟ شاهین گپ زن آخر، گپ زن. چرا گپ زنم؟ این آدم یک روز آمده با من گفت که من تقایی تو هستم. به من حکایتی کرد. من باشم به او باور کردم. چندی سال با تو دشمنی کردم. حالا باشد این آدم مرده رفت. پیش از مردنش فهمیدم که تقای من نبودم. تو چی ها میگویی ای برادر؟ اینجا چی اسراری هست؟ چرا من در این معما شریک هستم؟ گپ زن، مرا دیوانه نکن. عارف چی گفتنی هستی؟ یعنی خودت گپ زن؟ مادرت کیست؟ پدرت کیست؟ آیا خودت میدانی؟ من از کجا دانم؟ در ایام طفلی مرا با یتیم خانه دادن. آن وقتا از دنیا بیخبر بودم. بسیار خوب. نباشد رفته خوب کافت و کاف کن. مادرت کیست؟ پدرت کیست؟ شاید انا آن وقت همش را فهمی. به من گوش کن. تو آدم بر این گپ زن. پدر و مادری مرا در این کار همراه نکن. حالا باشد اجازت ده تا کارهای جنازه را انجام دهم. در هر حال این آدم برای محافظت ما جانش را فدا کرد. فرقش نیست تقایم هست یا نیست. و تو تا انجام مراسم جنازه مهلت میدیم شاهین. اگر همش را یک به یک به من نفهمانی، پس دانسته باش که جنازه دیگری هم می شود. قوطی افلیسون ها رو هم بیره. میگیرد مادر. چی بنان میخواهی جانکه؟ پسر جونی من چیزی که خواهی البته میگیرم. بیا. خوش 3 کیلو آمده. سبزی، نیم کیلو بودرینگ، 1 کرم و برای پسر جانم بنان میگیرم. کنیگر شیرکی من. تشکر به شما اکا. نوش جانت. پوفاکو مرحمت پوفاکو. بودرینگ رو برزی 3 لیره کنم. مایلش. آیا باز یگان چیزی دیگر میخواه؟ نه، همش چند پول شد؟ 20 لیره گیر میشود. سلیم
پسرم کجا رفت؟ خوزی رکک در اینجا بود. سلیم پسرم، سلیم پسرم، سلیم در کجایی؟ سلیم جان، سلیم کجا شدی؟ پسر جانم کجایی؟ پسر جانم کجایی؟ پسرم سلیم بر اومدیم رفتیم زودتر باشو رفتیم شکلتر هی! آیا من به شما نگفته بودم که دوم بار به اینجا نآیید؟ در این دنیا من یک دختر دارم. برویم این آدم دیوانه بوده زودتر باشید سوار شوید اینجا مکانی رزق و روزی من میباشد. شما کیستید که باز به دکان من حمله میکنید؟ اکا علی شرمون این مدرکی رقم باید بگریخت. من تو رو میکشم. پدر جان نکنید. من تو رو حاضر میکشم میفهمی؟ ای برادر چکار میکنی؟ ای در اینجا چی گپ است؟ دیوانه شده این؟ پدر التجا میکنم نکنید. این دولت در کجاست؟ امنیت در کجاست؟ چندین مراتب شد که این راهزنها به اینجا می آیند تا پلیس اینجا نآید. این حرامی را آزاد نمیکنم. پدر جان التجا میکنم نکنید. دخترم تو به درون درو، با من کاردار نشو. آخر بس بودگیست. دولت در کجاست؟ امنیت در کجاست؟ اکای پفک فروش همه این پفک ها به هوا پرواز میکنن. همش پرواز میکنن. چند پول هست؟ 5 لیره. مایلا شما در اینجا منتظر شوید، من از مادرم پول گرفته می آیم. جونه که من کنی برای من یک تو ده. الگه تشکر به شما اکا جان. نامی از جیان بیا من تو رو به نزد مادرت برم ها؟ بیا رفته شما را مادرم رمون کردم. البته این کودکی با حال بوده است. انا در اینجا یک ماشین است دیدی؟ در اونجا مادرت ما رو انتظار است. بیا زود رفته زودتر با شما برای کار. التجا میکنم پدرم رو یکان کار نکنید. پدرم میخواست که مرا محافظت کند. التجا میکنم یکان کار نکنید. پدرم مرا محافظت کردن میخواهند. اولین دخترک را از جای حادثه دور سازید. اطاعت سردار. خیریت آمده. حالا مرا میپرانه. این آدم آمده به دکانی من حمله میکنه. آمده دختری مرا مجبور میگیرد. مرا کی حمایه میکند؟ کی مرا حمایه میکند؟ گپ زنید. مادرم در کجایم؟ مادرت به خانه تون رفته است. ما تو رو به نزد او میبریم. شنیدی؟ بیا سوار شو. مادرم من را مانده به یگان جا نمیروم. برای من بنان ما میخریدم. هم برای تو بنان میخریم. باز کلونیک هم میخریم. کنی بیا رفتیم مادرت منتظری توست. ایستو ای بچه ایستو. تو نزن من تو رو به نزد مادرت میبرم. اکا مرا سردید اکا. ما برای پراندن تو نآمده ایم. برای تو رو گوش کردن اینجا آمده ایم. این خیل باشه سلاحتون رو پردوید. این سلاحات برای چیست؟ وظیفه همون همین. آنها را فرود آورده نمیتوانیم. پدر جان التجا میکنم نکنید. اکنون میخواهم که دخترک را یک طرف و جای بی خطر بریم. قبول داری؟ دخترم تو به نزدی امک باید رو. پدر آخیر رو دخترم رو دخترم زودتر دخترم. بیا دخترم بیا نترس بیا. حالا باشد به شما میگویم
شما باید آن شخصانی که حمله به دکان من کرده گریختن به نزد من بیاره. این کار را کنه. نباشد من خودم میدانم که با این احمق چیکار کنم. سلام سلیم رو ندیده. سلیم رو ندیده. ندیده. سلیم رو ندیده شما. سلیم رو ندیده شما. مادرش ما رو دید زودتر شد. سلیم از ما زیر کن زودتر. تاکسی از بیانی ماشین شما. از برای خدا بیسترم در ماشین میباشم. پاپا با پلیس خبر گیر. باز کار رو چطور نکنیم. تو رفتن گیر از برای خدا. آخه بیسترم در ماشین میباشم. تو رو دوستی. لبای خانم عایشه. سلیم بیسرم را التجا میکنم کمکم کنید. آرام شوید خانم عایشه. چی شد؟ شما در کجایید؟ دست بیسرم را یک لحظه سر دارم و بعد گم کردم او را. دزدیدن و ماشین سوار کردن. سلیم را دزدیدن. حالا شما در کجایید؟ به تاکسی سوار شده اون ماشین را نظارت میکنید. رقم ماشین را با من گویید. زودتر 34 13. بسیار خوب. با کدام طرف روانه اید؟ ما در کجاییم؟ از گلباغ به طرف چینار کوهن. از گلباغ به طرف چینار کوهن می رویم. میلش من راست با آنجا می آیم. شما آرام شوید. نگران نباشید. سلیم را از دست آنها نجات می دهیم. البته شد میلش. زودتر گاز رو زیر کن. گاز رو زیر کن. قریب با ما نزدیک شد تاکسی. از این دیده بستر رفتن نمیتونیم. ما خونم قریب نزدیک شدیم. آنها نباید خانه ما رو بینن. حتما با پلیس خبر دادن. چیکار کنیم اکا؟ با طرفی راست دارم. آدمی که پنهان شده نمیتونیم پس باید آنها رو کشیم. چی آنها رو میکشیم؟ سوالی زیاد نده. زودتر شو. دمت را گیر گفتم. مادر جان ما رو شما با کجا میبره؟ گوش کنید. آدم هایی که به دکان من حمله کرده گریختن آنها رو به اینجا بیارید. من هم دخترچه دارم. نباشد مرا باید فهمی. میفهمم. حالا در رو بر رویم جنایتکار نه، بلکه جوان مردی که در تلاش یافتن یک برده نان برای دخترش است. میفهمی؟ و از دولت محافظت میخواهد. سلامت باش. بالاخره این را فهمیدید. ببین حالا اثبات میکنم که تو جنایتکار نیستی. بچه ها سلاحایتون را به زمین گذارید. اکا من هم تو هم رجب همه اتون به زمین گذارید. اپا پلیس کجا شد؟ آخر این راه ها خطرناکن. برادر التجا میکنم های کن. تمامی مال و ثروتم را به تو میدهم. التجا میکنم از قفای ماشین را اپا گپ سری پول نه. آخر ما هم صاحبی زن و فرزنده. ترس بلای جان است.
در کجایت حالا؟ حالا از راهی کلام برآمده به راه خاکی میرویم. راه گذشته به طرف راست گشتیم. راه گذشته به طرف راست گشتیم. فهمیدم من هم نزدیک شدم. پروا نکنید من حالا شما رو مییابم. حالا نماید نمیدونید. آیشا چی شد؟ آقا نکن التجا میکنم نکن اکا باشه خدا پادرو میکنم آیشا تو مرا میشنوی؟ آیشا اکا مرا ببخشید التجا میکنم من یگان کس ندارم اگر نمیکردم مرا میکشتن آخر من هم نکردم خودت هم دیدی نکردم اکا مرا ببخش من بچه گنده نیستم یک کار موندم برای همین با این حال دچار شدم التجا میکنم مرا ببخش اکا نکن التجا میکنم مرا ببخش باید خطاگی خود را فهمی در ما که تازه را پای نمیزنم اکنون او را عفو کردن میباید یک احوال او را بین معلوم که کسی ندارد او را فریب دادن تو پدری پدر و مادر نداشته را از وضعیتش میفهمی بیا کاردت را یک سو بذار سرده کلچی موز سرده رحمتك الله از شما راضی شود من اشتباه کردم تو باشی وظیفه پدری را اجرا کردی این مرد به قولش ایستاد تو را رها کرد اکنون نوبت تو نترس تماما نترس و مکانی کسانی که تو را به این احوال آورده رساندن به ما نشان ده تا که دیگر آنها به کسی ضرر آورده نتوانند انا دیدی همش گذشت من به تو نگفته بودم که نترس رفتیم پسرم پدر جان هنگامی دکان رو گشادن ماشاءالله گفتیم برای همین خداوند ما را تنها نگذاشت دختر جان دخترم هنی بیا آپایم فرا راگر سوتر از ما چی میخواه راگر سردیه داخل از کجا پیدا شد؟ چی هم شد؟ سرم اینجا بیا بس کن آن طرف رو نظارت کن زودتر بوی دستم
را نجات میدهم. از قبای این زنی احمد آدمایش آمد. مرا مجبور کردند که دکان گل فروش رو به آتش دهم. اکا این پیامک رو ببین. چی شده باشد عجب؟ میدونم اکا عکس مکانی رو رقم کرده است. در حال این مکان را جستجو میکنند. اکا همینجا میباشد. چی؟ اینجا کجاست؟ مکانی ما این مکانی است که همه ما رو در اینجا نگاه میدارند. عارف همیشه از ما پیش است. از تکنولوژیا با سرعتر کار میکند. با او رسیده نمیشود. او همین طور است. همه جانبه. اکا در حال با اون جوره. بله. در کجا هستی درگاهه؟ اویشا از اونجا دور شوید. خود را پناه کنید. خانم آیشه حالتان چطور است؟ سرکم تو سرجانی بچه. خانم آیشه شما به آن بزنید. زودتر شوید. اینجا خطرناک است. زودتر رفتیم سرکم. زودتر خانم آیشه زودتر باشید. زودتر خدا را شکر. رفتیم. هی مردی جسور، امانت در دستی من است. آنها را رها کن. با من خون آزمایی کن. این بسیار محمد داما بوده است که تو ما را ساده گمان. من به سادگی شما کاردار نیستم. اما اگر این کودک و زن را سر ندهید بعد به شما سادگی را نشان میدهم. نترسی سرم را سر دهید. به او دست نرسانید. هر کاری خواهید میکنم فقط به او نرسید. من جواب شاگیر. شیف چی گپ شد؟ خواطر نشم. این مرد جسور رفیقانی محلش را جغ زده است. آدمان ما آنها را نابود میکنند. بیسرم پروانه کن. جانی اگر رفیقان من آمده باشند پس حیات شما پلیدان به آخر میرسند. آخرین میگویم کودک
کودک و زن را سر دهید زودتر. چی؟ گمان میکنی که از تو میترسم؟ اگر زور را درستد آمده خلاص کن. پسر جانم. اکرم سلیم نزدیک نشو. کودک را بکشم. سردیم کودک را بکشم. سردیم پسر جانم. کودک را بکشم. سلیم نزدیک نشو. عارف التجا میکنم کمک کن عارف. سلیم را نجات ده. سلاحت را بردار نباشد تو را هم میپرانم. او را میپرانم. نزدیک نشو. میپرانم. 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 نرسید با التجا میکنم. اینش خوب شده سلاح رو میپرتایم. تو دیوانگی نکن آرام باش. تو آرام شو. آرام شو. آرام شو میگویم. تو آرام شو. سلیم نجوم آرام است. کودک را سرده میگویم به تو. و این به شرم نشان میدیم. سلیم بیا جانی من. بیا نسیم بیا جانی وجه آجت مرا. خانم عایشه آرام شوید. سلیم پسرکم جانکم. پسرم جانی آجا جانی آجا پسرکم. بولتا تو چه گیره داری؟ دیوانگی نکن. با که ظریف نظر کرده احساسی شده. ظریف با تو چی شد؟ یکان چیز نشده. میدونی خدا رحمتی مادرم به یادم آمد. پسرم جانی جان همش گذشت. همش نباشت. ظریف تو خوشبخته که مادر داری و او را یاد میکنی. آری پسر جان خدا رو شکر. پسر جانم اکای آری اینجا بیا شرک من. برادرانی قهرمانی من شما را دوست ندارم. شرکم برادری عزیزم سلیم جان، من هم شما را بسیار دوست می‌دارم. شیرینک من هم شما را بسیار دوست می‌دارم. شیران من کودکی زیبا بسیار با عقل است.